At President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran. اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم درست.